با مقصد شناسایی از وضع ساحه کشاورزی، کارهای آبادانی و سازندگی و ملاقات با ساکنان، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید به یکچند شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب سفر کاری انجام داد. نخست رئیس ولایت در جماعت دهات لاله‌زار ناحیه دنغره با فعالیت خواجگی‌های دهقانی شناس شده از نشأه‌ونمای پخته دیدن نمود. اطلاع داده شد که این موسم کشاورزان ناحیه دنغره در مساحت عمومی 5220 گکتار پنبه‌دانه کشت نموده، در نتیجه درست کارکر و اگراتکنیکای پرورش عین زمان نشأه‌ونما و حاصلبندی پخته‌زار خوب میباشد. ناحیه دنغره که با کشت و پرورش نوهای گوناگون پنبه‌دانه در کشور و فراتر از آن معلوم مشهور است، امروزها هم کشاورزان آن با استفاده از تجربه بای پخته‌کاری در پرورش و استحصال این اشیاء خام صنعتی نقش مهم دارند. با در نظر داشت ماهیت رشد ساحه پخته‌کاری در تامین کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام و هم غنیسازی بودجه محلی خواجگیداران با کشت پنبه‌دانه افضلیت می‌دهند. رئیس ولایت به خواجگیداران جماعت دهات لاله‌زار دستور دادند که حاصلناکی امساله را در مهلت‌های پیش‌بینی شده سری وقت و به تلف جمع‌آوری و به کارخانه‌های کارکرد اشیاء خام سپارند. باغپروری هم از ساحه‌های سردرآمد برای ساکنان ناحیه دنغره محسوب یافته، همساله از باغ‌های خواجگی‌ها هزارها تن میوه گیلاس، سیب، انگور و دیگر نامگوی میوه‌های خوش‌طعم به بازارهای داخل خارج از کشور صادرات کرده می‌شود. همچنین رئیس ولایت اساسی بندی انگور در خواجگی‌های دهات ناحیه دیدن نموده به فعالیت اهل زحمت شناس شد. تاکید نمود که باغپروری از بخش‌های مهم و سردرآمد به حساب رفته، به این وسیله خواجگیداران در ردیف بهبودی سطح زندگی و تامین خانواده با میوه خوش‌صفت، همچنین در غنی گردانیدن بازارهای داخل خارج کشور سهم ارزنده می‌گذارند. طور باغداران اظهار می‌دارند نوع‌های خوش‌صفت انگور پرورش نموده آنها از خارج کشور وارد گردیده است که از لحاظ صفت و حاصلناکی از دیگر نوع‌ها برتری دارد. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید در ملاقات با اهل زحمت خواجگی‌های دهات ناحیه تاکید داشت که با استفاده از باد و هوای مساعد حاصل به دست آمده را هرچه بیشتر و به تلف جمع‌آوری نمایند. امروزها در خواجگی‌های دهات ناحیه دنغره اهل زحمت پرورش تمام نامگوی محصولات را به راه مانده کوشش نموده ایستادند که در فراوانی بازارهای کشور با محصولات خودی سهم ارزنده گذارند. با شرافت استقلال دولتی امروزها کارهای آبادانی و سازندگی در همه گوشه و کنار کشور با مرام ادامه داشته، با درک این مفهوم ساکنان آبادگر و میهندوست ناحیه دنغره عزم دارند که جشن پرافتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی را با دستاوردهای نظررس در سطح بلند پیشواز گیرند. در ادامه چنین کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت دهات نوربخش جماعت دهات لاله‌زار ناحیه دنغره ساختمان کودکستان برای 200 نفر در مرحله انجامیابی قرار دارد. بنیاد مؤسسه تعلیمی تا مکتبی در دایره جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد گردیده، آن برای ساکنان دهه نوربخش ناحیه تحفه ارزشمند پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در عرفه جشن‌های باشکوه ارزیابی می‌گردد. عین زمان ساختمان مؤسسه مذکور با وسعت ادامه داشته، در آن ده‌ها نفر متخصصان محلی به کار جلب کرده شدند. ناحیه دنغره با قامت افراختر انشاءات گوناگون معیشی و خدمت‌رسانی سال از سال آباد و زیبا گردیده، شرایط کار و فعالیت به ساکنان خوبتر و بهتر می‌گردد که این از ثمره صاحب استقلالی کشور شهادت می‌دهد. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال این سنه مهم تاریخی از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نقشه چاره‌بینی‌های مکمل طرح‌ریزی گردیده، در این زمینه کارهای آبادانی و سازندگی در همه دهات ناحیه با وسعت ادامه دارد. در جماعت دهات کاریز ناحیه نیز برای بهتر کردن شرایط تعلیم و تربیت نورسان تحقیرسی ساختمان مؤسسه تا مکتبی برای 200 کودک آغاز گردید که آن در کوتاه‌ترین مهلت ساخته به استفاده داده می شود. همچنین در جماعت دهات مذکور ساختمان مؤسسه دولتی تا مکتبی در عرفه انجامیابی قرار دارد. عین زمان ساختمانچان در داخل بنا به کارهای رنگ و بارکنی و وصل و نصب تجهیزات و لوازمات ضروری صحوی مشغول می باشند. ضمن شناسایی اطلاع داده شد که مؤسسه تا مکتبی با اصول خاص معماری بنیاد گردیده برای 330 کودک پیش بینی گردیده است. در برابر بنیاد و از نوسازی صدها انشاءات ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق به استقبال جشن‌های فرخنده کشور در ناحیه دنغره بر رشد ساحه معارف نیز اهمیت جدی ظاهر می‌گردد، زیرا معارف از ساحه‌های مهم اجتماعی کشور محسوب می‌یابد و با در نظر داشت همساله زیاد شدن شماره خوانندگان و ضرورت بنیاد سیمخانه‌های علاوگی در ناحیه از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری و جلب صاحبکاران و شخصان وطندوست در نظم مؤسسه‌های تعلیمی ده‌ها بنا و سیمخانه‌های نو علاوگی مجهز
муҷаҳҳаз бо асбобу ашёи таълимӣ ва беҳтарин шароити илмомӯзӣ сохта ба истифода дода мешавад. дар идомаи чунин корҳои бунёдӣ имрӯзҳо дар деҳаи рахшонзамини ҷамоати деҳоти корез сохтмони муассисаи таълимӣ ба вусъат идома дорад. раиси вилояти хатлон давлаталӣ саид аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар муассисаи мазкур шинос шуда, ҷиҳати ҳар чиз зудтар ба анҷом расонидани он ба масъулин дастур ва маслиҳатҳои судманд доданд. маорифчиёни ноҳияи Данғара ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати давлат дар соҳаи маориф фаъолияти хешро дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба роҳ монда ба пешрафту дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд. иттилоъ дода шуд, ки муассисаи мазкур аз ҷониби соҳибкорони ҳимматбаланд ва ба ору номуси ноҳияи Данғара сохта шуда, он дар арафаи таҷлил аз ҷашни истиқлолияти давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. бинои нави таълимӣ бо тарҳи нави меъморӣ бунёд гардида барои 2180 хонанда пешбинӣ гардидааст. дар умум мардуми заҳматпеша ва ободгари ноҳияи Данғара тамоми иродаву матонати хешро баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созандаву бунёдкорона, таҳкими сулҳу субот ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона намуда, бо дилу нияти нек ва ҳисси баланди ватандӯстӣ дар ободиву пешрафти ин диёри файзбор дастаҷамона сайю талош доранд.